خب بینندگان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز دوشنبه 4 نوامبر 2013 میلادی برابر با 13 آبان 1392 با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. دوشنبه ها تلاش میکنیم که اگر دوستی هست، پناهجویی هست در کشورهای دیگه که منتظر به اصطلاح تصمیم اداره امیگریشن یا اون سازمانی که رسیدگی میکنه به کارهای پناهندگی در اون کشور هست و مشکلی براشون ایجاد شده، با اینها تماسی داشته باشیم، صحبتی کنیم و اسم این برنامه کوتاه رو گذاشتیم پناهجویان را دریابیم. امروز قرار هست و قرار بود که با آقای حجت شمشیری متاسفانه قبل از برنامه تونستیم با ایشون صحبت کنیم، حالا مثل که بازم داره وصل میشه. آقای شمشیری امری باشه. درود بر شما جناب آقای. مرسی عزیزم. مثل که مشکلی داشتید شما اونجا با اینترنت، لطف کنید ویدیوتون رو هم نشون بدید تا ما بتونیم اینجا نشون بدیم. بله حتما چشم. خب دوستان عزیز، همون جوری که در روز جمعه خدمت شما گفتم، آقای حجت شمشیری از سوئد با ما هستند تا یه مقداری صحبت کنیم درباره وضع و اوضاع خودشون و دیگران. گفتم خدمت شما که فامیل شمشیری یک فامیل آشناست، هم در به اصطلاح محیط ورزش و هم در محیط سیاست و کلا در تاریخ ایران. آقای شمشیری، من به شما سلام میکنم، به شما خوش آمد میگم. لطف کنید یه مقداری به صورت خیلی کوتاه از زندگی خودتون، بیوگرافی خودتون بگید تا دوستان با شما آشنا بشن، تا بعد بپرسیم که شما چرا امروز در سوئد هستید و به اصطلاح کیس یا پرونده پناهجوییتون به چه صورتی هست. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم تا با بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم صحبتی داشته باشید. بفرمایید. بله، من هم سپاسگزاری میکنم از شما و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای سربی و به همه هموطنان عزیزی که در سرتاسر دنیا صدای بنده رو میشنوند. بنده یکی از افرادی هستم که از فشار عرض میکنم که زور و ناراحتی هایی که در ایران به خاطر مسئله سیاسی من به وجود آوردن، عرض میکنم که مثل بقیه دیگر هموطنان عزیز از اونجا فرار کردم در واقع و من یک فرد سیاسی هستم. همونطور که شما فرمودید اسم من حجت شمشیری هستش، در کار موزیک هستم و در ایران هم که بودم به کار سیاسی خودم ادامه میدادم، البته به صورت انفرادی. این بود که در کار موزیک و در کار سیاسی خودم دائم در مدت این 27 سال اخیر بالاخص رژیم رو زیر سوال می‌بردم. این بود که بالاخره بنده هم مجبور شدم اون سرزمین رو که خیلی هم دوستش دارم بنا به بسیار از دلایل ترک کنم. شما لطف کنید بگید الان وضعیتتون در سوئد به چه صورت هست، چند وقت هست که اونجا هستید و آیا پرونده شما مورد بررسی قرار گرفته یا شما هم مثل دیگران منتظر هستید؟ یه مقداری خودتون رو با شرایطی که ما رو با شرایطی که خودتون دارید و خانواده‌تون احیانا اونجا دارید آشنا کنید و بذاریم دوستان اگر میتونن، افرادی هستن که در کارهای به اصطلاح پناهندگی یا اقامت میتونن کمک کنن، پناهجویان رو، شما و دیگران رو کمک کنن تا از این وضعیت برزخ بیرون بیان. بفرمایید بگید که موقعیتتون الان به چه صورت است؟ آیا مصاحبه شدید، نشدید؟ بله، بنده الان در حدود 3 مرتبه در گزینش شدم که در هر 3 مرتبه بنده جواب ردی دادم. در حدود 14 یا 15 سالی که در اینجا هستم و متاسفانه بسیار سختگیری‌های شدید و بیموردی دارن نسبت به مهاجر و بالاخص بعد از 11 سپتامبر که در ساختمان‌های دوقلوی امریکا پیش اومد موقعیت بسیار دشوارتر شده و به طور کلی به پناهنده و مهاجر به صورت دیگری نگاه میکنن و هرچند که در اینجا صحبت از آزادی هست ولی متاسفانه فقط بیشتر کلمات شنیده میشه. این هستش که بنده هم
منتظر هستم که ببینم چه میتونم بکنم در آینده نزدیک و دست از تلاش و کوشش خودم نداشتم در واقع. به این هستش که امیدوار هستم بتونم کاری بکنم. من ممنونم از شما. آیا هستن گروه ها یا افرادی، من میدونم که الان شما با جبهه آزادیخواهان ایران به اصطلاح هستید و اونها یه مقداری تا اونجایی که بتونن با امکانات کمی که دارن کمک میکنن. آیا هستن سازمان های دیگه ای هم که به پناهجویانی مثل شما، مخصوصا اونهایی که به اصطلاح مصاحبه کردن و رد شدن به خاطر همون مشکلاتی که شما گفتید که اصلش همون ماجرای سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر 2001 هست، اون سازمان ها اونجا فعال هستن یا نیستن؟ اگر شما امروز بخواین از کسی به اصطلاح کمکی بگیرید، چه کسانی هستن که میتونن به شما کمک کنن؟ ماموران به اصطلاح وکیلای سازمان‌های ایمیگریشن و مهاجرت هستن یا چه کسی میتونه یا چه سازمانی میتونه به افرادی مثل شما کمک کنه در سوئد یا کشورهای دیگه؟ بنده در مدت چندین سالی که در سوئد هستم، یا اقلا میتونم بگم که در مدت 14 سالی که 15 سالی که در اینجا هستم، طیف‌های مختلفی از سیاسیون رو ملاقات کردم، احزاب مختلفی رو، ولی اونطوری که باید منسجم باشه نبوده متاسفانه. تا اینکه این اواخر در حدود 4 سال پیش با جبهه آزادیخوان ایران آشنا شدم و وقتی که در واقع زحمات این جبهه رو من دیدم و دیدم که اینها از یک نوع در واقع حقیقتی برخوردار هستند، خوشم آمد و اجازه خواستم از مسئول محترم این، عرض میکنم که جبهه، بنده رو هم به عنوان یک فرد مبارز که عرض میکنم برای آزادی خواهی مبارزه میکنه، بنده رو هم قبول بکنن و قبول کردن و من خیلی خوشبختم از این موضوع و امیدوارم که بتونم در کنار این جبهه هرچند وظایف کوچکی رو انجام بدم. خب ما هم امیدواریم که شما و دیگر دوستان موفق باشید. یکی از به اصطلاح محسنات جبهه آزادیخواهان اینه که میگه هر کسی با هر عقیده و مسلک و مرام و مذهبی میتونه با جبهه باشه و واقعا همون اسم جبهه رو، اینها اون کلمه جبهه رو دوباره زنده کردن. من از دوستان ممنونم. اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. باز هم امیدوارم که سازمان ها و افرادی که میتونن کمک کنن به شما درک میکنن 15 سال چه زمان طولانی هست. باور کنید من خودم فکر میکردم 22 ماه در آلمان بودم خیلی سخت گذشت و خیلی طولانی بود. حالا میفهمم که افرادی مثل شما 15 سال و این حالت برزخ که آدم نمیدونه فردا چه برنامه‌ای داره، چه چیزی در زندگیش نقش پیدا میکنه، این رو من از دوستان و از سازمان ها خواهش میکنم که توی این قسمت کمک به پناهجویان، پناهندگان کمک به اصطلاح یکی بشن و دست از اختلافات بردارن. من ساکت میشم. شما در خاتمه مصاحبهمون اگر صحبتی دارید با دوستان بیننده و شنونده بفرمایید تا اونها هم درد دل شما رو بشنون. بفرمایید. خواهش میکنم. جناب آقای سلطان، تنها چیزی رو که در پایان خواستم بگم، یکی از بهترین گزینه‌ها که واقعا میتونیم استبداد حاکم در ایران رو پس بزنیم همین کار گروهیه و اگر قرار باشه که یک گروه فقط تنها به اصطلاح تکراری بکنه و یک شخص دیگری بیاد در اون سرزمین و بشه مثل سابق و یا بشه مثل الان، فایده ای نداره. بنابراین ما باید یک کار گروهی انجام بدیم که یک نتیجه مثبتی داشته باشه که امیدوارم که همه گروه ها با هم یکی باشن. اما در پایان بنده یک عرض میکنم اطلاعیه رو خواستم بخوانم برای تمامی عزیزان در بندی که چه در خارج و چه در داخل ایران هستند. بفرمایید. هموطن گرامی و مردم آزادیخواه ایران، همانطور که اطلاع دارید با انتخاب آقای حسن روحانی عده‌ای فکر می‌کردند گشایش سیاسی به وجود خواهد آمد و در فضای باز سیاسی می‌شود طیف میانه جامعه را به حرکت درآورد، ولی راست افراطی همه اهرم‌های قدرت اقتصادی،
سیاسی و امنیتی را در دست خود دارد. با کشتار اخیر می‌خواهد نشان دهد که به طیف میانه دل نبندید و قدرت لایزال ما هستیم. یا به عبارت دیگر از رشد طیف میانه مرگ خود را می‌طلبد. ما به همه خانواده‌های داغدار، به خصوص به خانواده‌های کرد و بلوچ ابراز همدردی کرده و پیمان می‌بندیم هرگز در مقابل ظلم و ستم به طیف خاموش جامعه نخواهیم پیوست و در مقابل استبداد حاکم زانو نخواهیم زد. زنده باد آزادی، نابود باد استبداد به هر شکلش، جبهه آزادیخواهان ایران. و با سپاسگزاری از شما جناب آقای صاحبی. من از شما ممنونم. امیدوارم که بار دیگه هم شما رو در تلویزیون مردم داشته باشیم، ولی اون بار با خبرهای خوش و اینکه شما نتیجه قبولی رو گرفتید و دیگه میتونید به زندگی معمولی و آزاد خودتون ادامه بدید. خوشحال شدم که با شما بودم. سپاسگزارم. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای حجت شمشیری از سوئد بودیم. امیدواریم که پرونده ایشون هم به بهترین نحو و نتیجه انجام بگیره و همون جوری که دوستان دیگه‌ای که قبلا شنیدین درد دلشون رو، بعد خبر خوشحالیشون رو شنیدین، ایشون هم یکی از اونهایی باشه که با خبر خوشحالی